اما سوره بعدی که سوره نصر هست، سوره نصر پیروزی، اولا در بیان مقصدهای این سوره، کجا نازل شدن این سوره صحبت میکنیم، سپس میداریم به تفسیر این سوره. سوره نصر که نصر نام دارد، پیروزی نام دارد، توقیفی است، بیان کتاب الله و رسول الله اینو بیان کرده هستند. و همچنین سوره اذا جاء هم گفته می شود، اجتهادی است، سوره اذا جاء. یا که سوره فتح هم گفته می شود، اینم اجتهادی است، سوره فتح. که عدد آیات های این سوره نصر 3 هست و در مدینه منوره نازل شده است و ترتیب نازل شدن این سوره آخران سوره است، 114 سوره است. اما ترتیب این در قرآن باشه 110 سوره است. و این سوره مبارکه موضوع فتح مکه و واجبات رسول الله صلی الله علیه و سلم و نزدیک شدن اجل او را بیان می نماید. و مقصد این سوره مبارکه، سوره فتح، سوره نصر، بشارت رسول الله بر نصر است، بر خاتمه یافتن رساله مبارک اوست، هنگامی که شریعت کامل شد، پرره شد. بیانگر این است. این سوره مبارکه، سوره نصر، یک فتح بزرگ را، فتح مکه را با عزت بر مسلمانان بخشید و اسلام در جزیره عرب منتشر شد و سران شرک و اهل شرک شکست خوردند. این یک فتح مبین است، عظیم است. و مردم در این دین، در دین اسلام بعد این فتح گروه داخل اسلام شدند، چون که خود این سوره بیانگر آن است. و پرچم اسلام بالا شد و ملت شرک و کفر شکسته شد. و این بود که این خبر فتح مکه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از دلایل ظاهرترین صدق بر نبوت او صلی الله علیه و سلم است، که خبر رسید که حتما مکه بر شما فتح خواهد شد. مناسبت این سوره مبارکه با سوره قبلیش که سوره کافرون است، هنگامی که الله سبحانه و تعالی رسولش رو امر کرد در سوره کافرون که براءت بجوید از کافران و مشرکان، از دین آنها، سپس او را وعده نمود که بر تو حتما ای محمد فتح و پیروزی خواهد آمد و پیروان تو زیاد خواهند شد. و این سوره مبارکه با امر به نبی صلی الله علیه و سلم شروع شد، در حالت نصر، نصرت الله بر پیامبر صلی الله علیه و مؤمنان و نصرت دین اسلام و بیان این که هنگامی که نصرت آمد، پیروزی آمد، تو بر الله استغفار نما و شکر و سپاس او را نما. و این آخران از سوره هایی است که در مدینه منوره با حسب ترتیب مصحف نازل شده است و آخران سوره است که کامل نازل شده است، پورا نازل شده است. و همچنین این سوره مبارکه اشاره بر وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم است و ویدا گفتن رسول الله این دنیا را هست. و تنها در این سوره مبارکه بیان فتح و نصرت ذکر یادآوری شده است. و این سوره مبارکه چگونه که بعضی از صحابه رضی الله عنهم از نزدیکان عمر رضی الله عنه این رو تفسیر کردن، فرمودن که به درستی که ما امر شدیم هنگامی که الله بر ما فتح پیروزی را داد، حمد و شکر و سپاس او سبحانه و تعالی و تسبیح او را بگوییم و بر او سلام و درود بفرستیم و از او طلب استغفار نماییم و بر او نماز بخوانیم بر فتح پیروزی که بر ما آید. و همچنین امرهایی که در آن فضیلت است، نیکویی هست، باید با اتمام بیاید با استغفار بر او سبحانه و تعالی، با نماز، بر حج و غیر از اعمال نیکو. چون الله سبحانه و تعالی پیامبرش را امر نمود با حمد و استغفار نمودن و بیان آن است که اجل رسول الله الکی نزدیک شده است و رساله او الکی کامل شده است و او از برای آمادگی به لقای الله سبحانه و تعالی آمادگی دیده است. اما تفسیر این سوره مبارکه، سوره نصر که گفتیم به معنای پیروزی است. نصر این پیروزی. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح. چون یاری الله، پیروزی الله بر مؤمنان بیاید، بر این کافران قریش. این سوره کریمه یک بشارت، یک امر بر رسول الله صلی الله علیه و سلم است، برای حاصل شدن یک امر عظیمی، بشارت بر نصر رسول صلی الله علیه و سلم و فتح مکه و داخل شدن مردم به دین الله سبحانه و تعالی گروه که بیشتری از آنها از اهلش، از نصرت دهندگانش که از دشمنانش بودن اسلام آوردند. امری که بعد آن حاصل شد و نصرتی که الله سبحانه و تعالی برای مؤمنان داد. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. تو میبینی مردم رو بعد فتح مکه، بعد آنی که الله پیروزی را برای شما آورد، مردمان رو گروه میبینی به دین اسلام داخل میشوند. و سپس الله بر پیامبر امر کرد فسبح بحمد ربک. سپس بعد این پیروزی، بعد آنه که مردم گروه داخل اسلام شدن، پس الله رو حمد سپاس ستایش بگو. فسبح بحمد ربک.
حمد و سپاس و ستایش پروردگارت رو بگو ای محمد و ای امت محمد. بعد این پیروزی الله پیامبر را امر کرد که سپاس و ستایش او را بگو و حمد او را بگو و از او استغفار بطلب. فسبح بحمد ربک و استغفر، استغفار بطلب. بشارت است که این نصرت مستمر خواهد بود، این نصرت بردوام خواهد بود برای این امت تا روز قیامت. اگر انسان ها تسبیح و ذکر یاد الله سبحانه و تعالی را و حمد او را بگویند و از او طلب استغفار نمایند، این از شکر واقعی. چون الله میفرماید لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شما شکر و سپاس الله را نمایید الله بر شما زیاده میدهد. به درسته که این شکر و سپاسی که در زمان خلفای راشدین آنها انجام دادن، این نعمت برای آنها داده شد که در زمان آنها نصرت بر کثرت زیاده شد. حتی اسلام بر تمام شرق و غرب بر بالای تمام دینها غالب گشت. در دین اسلام چنان مردم زیاد داخل شدند که در غیر از ادیان داخل نشدند. حتی اینکه این امت از مخالفت نمودن امر الله بر مخالفت نمودن امر الله پرداختند و واقع شد آنچه که بر بالای این امت از ابتلا و امتحانها از تفریقه جویی قرار گرفت. امر آنها پراکنده شد. پس برای این امت، برای این دین رحمت الله و لطف الله چنان آمده است که بر فکر اندیشه کسی نمیگذارد. و گفتیم چون بیان کردیم این سوره مبارکه همچنین اشاره بر آن است که رسول الله صلی الله علیه و آله موعد و وقت رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و وخوری پیامبر الله صلی الله علیه و آله با الله سبحانه و تعالی بر آسمان رسیده است. چون از آخران آیه های مکی بود که کاملا نازل شد. فتح را الله سبحانه و تعالی بر بندگانش داد، سپس پیروزی را و سپس امر بر شکر سپاسگزاری او سبحانه و تعالی و سپس قبض جان رسول صلی الله علیه و سلم. این است بیان سوره نصر.